ادامه بررسی تب‌های پاورپوینت میرسیم به تب اسلاید شو. ما به کمک امکاناتی که تو این تب وجود داره میتونیم تنظیمات مربوط به نحوه نمایش اسلایدها رو انجام بدیم که امکانات این تب تو 3 بخش مختلف قرار داره. بخش‌هایی مثل استارت اسلاید شو، ستاپ و مانیتور که بخش اول رو الان با هم بررسی میکنیم. گزینه اول از سمت چپ from beginning با کلید میانبر F5 این امکان رو به ما میده که ما اسلاید اول فایل پاورپوینتمون رو ارائه کنیم. الان من یه فایل پاورپوینتی باز کردم که 47 تا اسلاید داره و الان من روی اسلاید 25ش هستم، ولی اگر دکمه from beginning رو بزنم اسلاید اول این فایل به من نمایش داده میشه به این صورت و دیگه احتیاج نیستش که برم پیمایش انجام بدم و اسلاید اول رو پیدا کنم و اون رو اجرا کنم. مخصوصا برای حالا فایل های پاورپوینت که تعداد اسلاید هاش زیاده این گزینه ها خیلی میتونه بهتون کمک کنه و کارتون رو سریعتر انجام بده. دکمه اسکیپ رو میزنم تا از این حالت خارج بشم و گزینه بعدی گزینه from current slide با کلید میانبر shift F5 هستش که همین اسلایدی که الان انتخاب کردم و فعال هست رو به من نشون میده به این صورت. بعد دکمه اسکیپ روی کیبورد رو میزنم، از حالت ارائه خارج میشم. کاری که گزینه from current slide انجام میده مشابه همین کار این دکمه هستش که اینجا اسمش اسلاید شوه. یعنی شما وقتی هر اسلایدی رو انتخاب کنید و اون رو فعال کنید و بعد بیاین و این دکمه رو بزنید، دکمه اسلاید شو رو بزنید، همون اسلایدی که الان فعاله رو نشون میده. در واقع کار این دکمه اسلاید شو و from current slide از تب اسلاید شو یکی هستش. اما گزینه بعدی تو این قسمت گزینه پرزنت آنلاین هست. کاری که انجام میده این هستش که این امکان رو به شما میده و یه بستری رو در اختیارتون قرار میده که فایل ارائهتون رو به صورت آنلاین انجام بدین، یعنی ارائه مجازی داشته باشین. فقط کافی هستش که شما یک اکانت تو سایت مایکروسافت برای خودتون بسازین و بعد با اون اکانت وارد در واقع پاورپوینتتون بشید. الان میبینید این اسم اکانت من الان تو این قسمت بالا سمت راست پاورپوینت وجود داره. من رفتم تو سایت مایکروسافت اکانت ساختم و وارد پاورپوینت شدم با اکانت خودم که کاری هم نداره ساخت اکانت تو مایکروسافت و لاگین کردن توی پاورپوینت مثل همه سایت ها و نرم افزار هاست. شما بعد از اینکه لاگین کردید حالا میتونید از گزینه پرزنت آنلاین استفاده کنید. این سرویس پابلیک هستش، برای همه قابل استفاده هست و رایگان هم هست. احتیاجم نیستش که شما یه نرم افزار خاصی رو بیاین نصب کنید یا یه تنظیمات خیلی پیشرفته انجام بدید. اما در ادامه ببینید که چطوری میتونید از این امکان استفاده کنید. و یه نکته دیگه هم قبل اینکه بریم و مراحل حالا اجرا رو ببینیم بهتون بگم و اون این هستش که فقط فایلی که میخواین به صورت آنلاین پرزنتش بکنید روی سیستمتون باز باشه و فایل های دیگر رو ببندید که این امکان در اختیارتون باشه که خیلی راحت تر و بهتر بتونید به صورت آنلاین پرزنت داشته باشید. من گزینه پرزنت آنلاین رو کلیک میکنم و بعد این صفحه برای من باز میشه. یه سری توضیحات هست و یه گزینه اینجا وجود داره به اسم Enable Remote Viewer to Download the Presentation. اگر من تیک این گزینه رو بزنم این امکان رو برای مخاطبان مجازی من فراهم میکنه که یک نسخه کپی از فایل پاورپوینت من رو بتونن دانلود کنن. و یه نکته دیگه هم که وجود داره این هستش که سعی کنید که اون فایلی که برای ارائه به صورت آنلاین انتخاب میکنید زیاد فایل حجیمی نباشه، از عکس ها و ویدیوهای پرحجم تشکیل نشده باشه، به خاطر اینکه مراحل اتصالش به سرور خیلی طولانی میشه. الان دقیقاً وقتی که من گزینه کانکت رو بزنم، وقتی که میخواد کانکت بشه به سرورهای مایکروسافت، اگر تعداد اسلایدها یا مدیاهایی که تو اسلاید وجود داره تعدادش زیاد باشه زمان بیشتری رو برای کانکت ازتون میگیره. کمی منتظر میشیم تا مراحل اتصال به سرورها به درستی انجام بشه.
و وقتی که ارتباط با سرورها برقرار بشه همچین صفحه‌ای بهتون نمایش داده میشه و یک لینک اینجا وجود داره که شما میتونید این لینک رو با زدن گزینه کپی لینک کپی کنید و بعد هر جایی که دوست دارین، حالا واتساپ، تلگرام یا هر طریق دیگه میتونید به افرادی که دوست دارین توی ارائه مجازی شما حضور داشته باشن ارسال کنید، یا میتونید از گزینه سندین ایمیل استفاده کنید و همینجا البته باید خب برنامه آوتلوکتون تنظیم شده باشه، برنامه آوتلوک باز میشه و شما میتونید از همین امکان استفاده کنید و این لینک رو برای افرادی که میخواین توی پرزنت شما وجود داشته باشن ارسال کنید. الان من این لینک رو کپی میکنم و بعد روی گزینه استارت پرزنتیشن میزنم. الان ارائه من شروع میشه. فقط قبلش نگاه کنید، من توی مرورگر این لینکی که به من داده شد رو وارد میکنم و اینتر میزنم. وقتی شما این لینک رو وارد مرورگرتون بکنید یه همچین صفحه‌ای نمایش داده میشه به این صورت. میبینید؟ اونجا که من داشتم اجرا میکردم در واقع اینجا تو این صفحه داره این مسئله رو نمایش داره، فایل های من رو نشون میده و شما به این طریق میتونید ارائه خودتون رو به صورت مجازی با این لینک یکتایی که برای فایل ارائه شما بهتون میده میتونید در اختیار مخاطبانتون قرار بدین و اصطلاحاً یک وبینار رو با همین نرم افزار پاورپوینت ایجاد کنید. الان من چون امکان دانلود رو فراهم کرده بودم، الان گزینه دانلود اینجا وجود داره و کاربران من، مخاطبان من میتونن با زدن این دکمه یک کپی از فایل ارائه من رو داشته باشند و اصطلاحاً فایل پاورپوینت هم رو دانلود کنند. به همین راحتی شما میتونید یک وبینار خیلی عالی با همین نرم افزار پاورپوینت داشته باشید. و بعد برای اینکه بخواید ارائه‌تون رو تموم بکنید باید روی گزینه End Online Presentation بزنید و بعد هم تو این قسمت گزینه End Online Presentation رو کلیک کنید تا به حالت اولیه برگردید. این هم از گزینه Present Online. اما گزینه بعدی که تو این قسمت وجود داره Custom Slide Show هستش که این امکان رو به شما میده که بیاین و نحوه نمایش اسلاید هاتون توی یه فایل پاورپوینتی که تعداد اسلاید هاش زیاده و شما میخواین که اون رو مدیریت بکنین، امکان رو به شما میده. به چه صورتی؟ الان من روی گزینه کاستوم شو کلیک میکنم و این پنجره برای من باز میشه. الان در حال حاضر فقط یه دکمه کلوز و نیو فعاله. کلوز رو که بزنم خب این پنجره مسلماً بسته میشه و اگر نیو رو بزنم این پنجره تنظیمات این کاستوم اسلاید شو برای من باز میشه. من تو اینجا میتونم یه اسم براش مشخص کنم و بعد تو این قسمت میتونم مشخص کنم که از این 24 مثلا اسلایدی که این فایل ارائه من داره کدوم اسلاید توی این نمایش سفارشی وجود داشته باشه. مثلا من اسلایدهای شماره زوج رو میخوام که توی این کاستوم اسلاید شو مارک بکنم. یه تعدادش رو مارک میکنم و بعد روی گزینه اد میزنم و این تعداد اسلاید میاد و تو قسمت کاستوم شو قرار میگیره. و بعد به کمک این گزینه میتونم خب اون اسلاید رو حذف کنم از این نمای کاستوم شو، یا به کمک این گزینه های فلش بالا و پایین میتونم جای قرارگیری اسلاید ها برای نمایش رو هم تغییر بدم. و بعد اوکی میکنم و تو این قسمت هم میام و کلوز رو میزنم تا این پنجره بسته بشه. حالا وقتی مجددا میام و روی منوی کاستوم اسلاید شو قرار میگیرم، میبینید اون کاستوم اسلاید شویی که ساختم به اسم خودم اینجا نمایش داده میشه. حالا وقتی که من روی این گزینه بزنم فقط اون اسلاید هایی که من تو این قسمت تعریف کردم به مخاطبای من نشون داده میشه. یعنی کل 24 تا اسلاید به مخاطب من نمایش داده نمیشه، فقط همون اسلاید هایی که تیکش رو زدم و تو قسمت کاستوم اسلاید شو فعال شده اینجا نمایش داده میشه و بعد هم تموم میشه. یعنی دقیقاً شما وقتی که یک فایل ارائه دارین و میخواین مثلا تو جاهای مختلف بیاین اون فایل رو ارائه بدین، ولی تو هر جایی که میخواین برین ارائه بدین بسته به مخاطبتون فقط میخواین یه تعداد از اسلایدهای فایلتون رو پرزنت داشته باشید، میتونید برای هر مخاطب و هر دسته از مخاطباتون بیاین و یک کاستوم اسلاید شو تعریف بکنین تا به هر مخاطبی اسلایدهای مخصوص به خودش رو نمایش بدین.